به هم بی احترامی میکنیم و متاسفانه خیلی بیشتر از سمت خانوم ها، چون ما انتظار داریم که اینا یک مقداری لطیفتر برخورد بکنن، ولی متاسفانه خیلی از این بیادبی ها بیشتر از سوی اونا بود و خیلی برای من عجیب و غریب بود، البته که تازگی نداشت. راستیتش خیلی مبحث جالبی رو اشاره کردی. من خودم همیشه نظرم اینه که خانوم ها به واسطه خانوم بودنشون باید شیک باشن، شیک رفتار بکنن. یعنی اگر که توی تمام این مسیجا مردا می آمدن این کارو میکردن، من میگفتم آقا این خصلت مرد، متاسفانه دارم اینو میگم، نه که این اصلا به هیچ عنوان حمایت نیست از چیز بد هیچ کس. فضایی که بیشتر معاشرت کردن تو بازار کار بودن، توی فرصت از سن جوانتر مخصوصا تو ایران آزادی‌های بیشتری داشتن و این معاشرت ها ممکنه اینا رو یه مقدار توی شرایطی قرار داده باشه که بددهن شده باشن و نتونن اون عفت کلام رو نگه دارن که باید روش کار کنن 100%. بله. ولی خانوم ها معمولا به واسطه خانوم بودنشون و اینکه همیشه از نظر من یه برتری تو همه چی، حالا آقایون نه ناراحت شید، ولی یه برتری تو همه چی نسبت به آقایون دارن که این لذت بخشه، با اینی که خیلی ظلم بهشون واقع میشه. ولی من احساسم بر این همون کلمه قشنگ ظریف بودنی که شما اشاره کردی، باید توی رفتارشون هم این اتفاق باشه که متاسفانه من یه موقع چیزایی میبینم که حتی خود خانم ها بعد از اینکه من اون استوری گذاشتم خیلی شاک شده بودن که مگه میشه که خانم هایی باشه که از این الفاظ استفاده کنن، که اگه من بله. قرار باشه اینا رو استوری بکنم شاید بالای هزاران تا در روز مسیج میاد که بیشترشون متاسفانه خانم هایی هستن که از الفاظی استفاده میکنن من 43 ساله گوشام قرمز میشه. میخوام بگم این دیگه باحالی نیست. یه زمانی شاید اگه یه خانومی دوتا فوشم میداد بقیه میگفتن چه بامزه، چه دختر پرروی بامزه‌ایه، ولی اون در حد یه بیادبی کوچیک بود که مد بود. الان اصلا قشنگ نیست، اصلا توصیه نمیشه. به نظر من خانوما باید شیک باشن، شیک رفتار کنن، شیک صحبت کنن که مورد به قول معروف گفتنی عین همیشه مورد تمجید واقع بشن. اینی که یه خانوم بیا صد دهنشو وا درصد کنه یا یه آقا بیا دهنشو وا کنه هر چی میگه اصلا چیز باحالی نیست. زمانی شما میتونی روی رفتار تو به قول معروف گفتنی کردار تو مسائل شخصی ادعا بکنی که روش تمرین کرده باشی. حالا یه ضرب المثل میزنم خیلی جالبه. یه روز یه پادشاهی داشته یه مسیر عبور میکرده، میبینه صدای مرد جوونی میاد داره میگه الهی قربونت بشم من، اینو بخور، اینو نمیدونم این کارو نکن، اون کارو کن، عزیز دلم فلان. به سربازاش میگه برید ببینید این داره با کی حرف میزنه، صدای طرف دومی ما نمیشنویم. میبینن یه جوونکی داره با یه خری صحبت میکنه. شاه ازش میپرسه میگه که آقا این خره چیزی نمیفهمه، تو میگی عزیزم قربونت برم عشق من. بیا آقای پادشاه، من اکثر ساعت روزمو با این خر تنهام، مجبورم با این خوب صحبت رشتم بشه ادبم، دارم تمرین میکنم. خلاصه برمیگردم بهش میگه که به سربازا میگن یه کیسه زر به این بدید و خیلی تشکر میکنه، میگه چقدر کار قشنگی داری میکنه. این تو شهر میپیچه، مرد اینو میشنوه و میره تو مسیر شاه قرار میگیره و شروع میکنه یه خری هم برداشتن صحبت کردن، قربونت بشم این علفه رو بخور فلان. شاه وای میسته میگه برید ببینید کیه. میرن میگن یه پیرمردی آقا داره با خری صحبت کنه، بیاریدش. پیرمرد رو صدا میکنه میگه که پیرمرد این خر که چیزی نمیفهمه، تو این قربون صدقش میری، چطور اینجوری داری باش صحبت کنی؟ میگه آقای پادشاه من اکثر ساعت روزمو با این خرم و دارم یه جوری صحبت میکنم که یاد بگیرم و با آدما هم خوب صحبت کنم. میگه چند سالته پیرمرد؟ میگه 70 سال. میگه سر اینو ببرید. بی پدر مادر تو 70 سال یاد نگرفتی، باید موقع جوان بودی تمرین میکردی. منظورم بله. اینه که از الان باید روی سری رفتارهامون کار بکنیم. ماها خیلی راحت چیزای بد رو ما تاثیر میذاره و بله. غالبه بر چیزای خوب. ما اگر نخواهیم سعی بکنیم این تو ما میمونه، تو سنهای بالاتر انقدر سخت میشه و بعد از این مدتی که شما میرسی مثلا 42-3 سال رفتار تو بلد نیستی، غذا خوردن تو بلد نیستی، لباس پوشیدن، حرف زدن تو بلد نیستی، کم کم تنها میشی و دیگه اون موقع است که تو خودت تو ناخودآگاه خودت آدمی میشی مایوس‌ترین و به قول معروف‌ترین لوزرترین آدم دنیا. خب چرا بخوای این بله. کارو با خودت بکنی؟ و الان تو یه اومدی چیز 4 تا فوشم دادی رفتی.
یه چیز کوچیکی هم من اضافه بکنم دکتر جان. ببین خیلی یه مسئله پیش اومده، ببین توی کرکترهای شخصیتی خیلی همه چیز با هم قاطی شده. یعنی یه سری به خاطر راحتی و کول بودن و پر انرژی بودن و همه مسائل رو با هم قاطی میکنن. یعنی من مثلا بعضی خانوما رو میبینم، حالا خیلی خانم شیک و با پرستیژ و با لول، وقتی شروع میکنن به، حتی آقایون، حالا لزوما نگم خانم ها، وقتی شروع میکنن به صحبت کردن، خیلی از نظر حتی کرکتر بدنی و رفتار بدنی و زبان بدن یا زبان خودشون، این کول بودن و با بیادبی و بی احترامی کردن قاطی کردن. و من خیلی با آفرین. اطرافیانشون صحبت میکنم، میگم که مثلا این چرا اینجوری رفتار میکنه، مثلا نظر پرستیژ مثلا ظاهری و کرکتری خیلی باحاله، ولی وقتی صحبت میکنه ادبیات کلامیش اینجوریه، میگن نه این آدم کولیه. در صورت اینکه به نظر من فوش دادن، بی ادبی کردن، بی احترامی کردن، رعایت کردن یک سری خط قرمزها، یا حتی من خیلی برام جالبه نظر دادن راجع به دیگران هم به نظرم یه مرزی داره. ما وقتی بخوایم نظر راجع به یه کسی بدیم، حالا چه باهاش موافق باشیم چه مخالف باشیم، این هم یه ادبیات کلامی خاصی داره. و من احساس میکنم از زمانی که هر شخصی توی جامعه یه تریبونی پیدا کرده و میتونه صحبت بکنه، این مسئله پیش اومده و اشخاصی که دوستش دارن ازش الگو برداری میکنن و قدرت تشخیص به شدت کم شده. یه نفر میتونه یه آدم بالغ رو ببینه بسیار تحصیل کرده و مؤدب، از اون الگو برداری کنه. یه نفر میتونه یه شخصی که هر روز داره دراگ میزنه، پرخاشگر، عصبی، ولی فقط چون بامزه است و همه دوستش دارن، از اون الگو برداری بکنه. و متاسفانه آموزش و قانونی نیست. هر شخصی، من اون روز دیدم یکی از دوستام یه پستی برای من فرستاده که یه آقایی داره میگه اگر تو رابطتون این اتفاق براتون پیش اومد، حتما کات کنید، سریع بیایید بیرون یا این اتفاق. من به دوستم گفتم آقا این بر چه اساسی این شخص داره این حرفو میزنه؟ ایشون مثلا فقط 110 تا فالوور داره. آیا روانشناسه؟ آیا تو این مسائلی که داره پیشنهاد میده تحصیل کرده؟ آیا تجربیاتی داره یا نه فقط به خاطر اینکه یه تریبونی داره اومد میگه هر کسی این کارو کرد شما پرخاش کنید بهش، هر کسی این کارو کرد شما باید فلان رفتار؟ این بایدها از کجا میاد؟ این پیشنهادها از کجا میاد؟ فقط لزوما به خاطر داشتن تریبونه است. چون اینا رو شما توی تایم‌های مختلف بهش اشاره کردیم، من بازش میکنم تو ذهنم مونده و دوست داشتم که صحبت بکنیم راجبش. اول از همه که خیلی ممنونم، چقدر نکته‌های قشنگی رو شما داری میگی. و در مورد این موضوع هم نظر شخصی من اینه که اول از همه اینا منبع اصلیش از خانواده است که ماها در طولانی مدت تحت تاثیر رفتاری خانواده‌مون قرار میگیریم. خوب و بد از اونجا باید نبایدهای ذهنی هر شخصی به نظر من از خانواده و اون جامعه کوچیکی حالا توش بوده نشأت میگیره. و چه خوب که ما ایرانی‌ها معمولا تا زمانی که من خیلی معاشرتم بیشتر بود، اکثرا از خانواده‌های با فرهنگی بودن، از خانواده‌هایی بودن که بد و خوب رو تشخیص میدادن. یعنی استانداردهایی که به قول معروف گفتنی همه دنیا میپسندن، به نوعی سفید و سیاه از هم جدا بوده. و ماها اومدیم یه موقع بر اساس همون چیزی که شما گفتید فلانی چقدر بامزه است و ناخودآگاه داریم الگو برداری میکنیم و روی خود ما هم تاثیر رو میذاره. اما اینجا من میخوام به این نکته اجازه کنم، اسم نمیبرم. خیلی از آدما هستن توی شرایطی از نظر منم بامزه، یه کاراکتر بامزه‌ای دارن، ولی در حد 5 دقیقه 10 دقیقه نهایتا 2 ساعت شما میتونید این آدما رو، این بامزگی‌هاشون رو، اون انرژیش رو تحمل بکنید. ولی ماها نیومدیم با آدمای مختلف 2 ساعت باشیم. ماها قراره یه هیته از ارتباطات طولانی مدت رو داشته باشیم با افرادی که سعی میکنیم تو راه خودمون باشن. و معمولا من خودم نظرم اینه که بیایم از انسان‌های الگو برداری کنیم که اول از همه انرژی خوب داره بهمون میده. یعنی حال حس روحیمون رو به قول معروف گفتنی خوب میکنن و یه انرژی باحالی دارن بهمون میدن و اینو تو ناخودآگاهتون حس میکنید. شما دیدی مثلا میری توی مهمونی، توی محفلی یا اصلا توی رستورانی، ناخودآگاه یه نفر میبینی خیلی هم خوشبوش و خوش‌چهره است و ناخودآگاه انرژی بد داری، میگی برم 2 تا میز اونورتر بشینم.
یا بله بالعکسش تو یه جایی هستی یه مهمونی ناخودآگاه میگه این آدم چقدر باحال، کاش برم بشینم باهاش صحبت بکنم. اینو من میاد تو ناخودآگاه همه ما هست، ما باید اینو حتما در نظر بگیریم. اون حس اولیه به نظر من خیلی مهمه. این از این بود. مبحث بعدی هم که شما داشتی در مورد صحبت میکردی، اون قصه ای که بدون تجربه آدما میان یه سری صحبت ها رو میکنن و با حالا من میگم شاید تجربیات شخصی داشته باشن و نسبت به اون برای همه میخوان یه نسخه بپیچن، ولی بله من میگم باید شنونده خیلی عاقل باشه. مثلا در مورد ارتباطاتی که شما داری میگی، الان من دیدم مردا زنا هر کی تریبون داره، آقا اگر اومدش فلان کارو کرد تمومش کن، وقت تلاش نمیدونم ارزش تلاش، ولی هیچ کس نمیاد بگه که آقا تو برای شروع اون رابطه وقتی که گذاشتی بسیار بسیار تلاش کردی و انرژی همراه با وقت گذاشتی. حالا بر بله اساس یه سوء تفاهم اینجوری نیستش که بیای تمام اون آجرایی که چیدیو بزنی خراب کنی بعد بگی من چقدر کولم، مهم نیست آدما برای من این نشد وای میستم یکی بهترش بیاد. نه، ماها باید تلاش کنیم برای ساختن. هیچ کسی 100 آدم نیست، هیچ کاری 100 آدم نیست. شما همین الان ممکنه 10 تا بیزنس داشته باشی، یکیش اون باشه که به درد شما خواهد خورد و بسازیش و وقت بذاری. نمیتونی بیای با یه بیزینسی که مثال دارم میگم 3 سال وقت گذاشتی یه چک یارو برگشت بخوره بگی آقا نه تو مشتری خوبی نبودی، من دیگه ایمن با تو کار نمیکنم. خب این دودش آخر میره تو چش خودت. اینه که 100%. ما باید بیایم گوش بدیم و جاها و نکته هایی که اساسا فکر میکنیم انرژی خوبی داره و به درد رشدمون میخوره رو برداریم. حالا یا خانوم یا آقا که تریبون 1 میلیون نفره داره، مثلا 100,000 نفره داره، اساسا میاد هر چی در مورد هر چی میگه، اون نسخه ما نیست. اینو یادمون نره. مثلا من در حوزه خودم دارم، یا حوزه سلامت و تغذیه، 10 تا آدم با یه وزن، با یک کاراکتر، با یک نوع لایف استایل بذار بغل من به 10 تاش میگم آقا شما رژیم‌های غذاییتون با هم فرق میکنه. نمیتونی یه رژیم داشته باشی شما ببری خونت بگی آقا ما یه خانواده ایم دیگه، من و برادرم و خواهرم همه با هم استفاده میکنیم. برای هر کدومتون نسخاتون فرق میکنه. این من میگم 100%. الانی که مجازی و سوشال مدیا خیلی قوی شده و هر نوع انسانی با هر نوع رفتار و سلیقه و دانشی الان تریبون دستشه، ماها باید عاقلانه رفتار بکنیم، شنونده‌های خوبی باشیم، تحلیل بکنیم،